از همه کسانی که در زمینه گسترش فضای سبز فعالیت دارند در سطح کشور بایستی ما تفکر کنیم و بهشون رقابتی بدیم. ما از مردم خواهش میکنیم که درخت رو پاس ببرن و فضای سبز رو اهمیت بدن. هر ایرانی یک درخت که گفته میشه توی زبانها هست، این شعار خوبیه. سعی کنن در این ایام که ایام درختکاری و فصل درختکاری است هرچه میتوانند افزایش بدن. من تأکید میکنم اجازه ندید به این جنگل ها دست درازی بشه. بخش های مختلف کشور که مسئولیتی در این زمینه دارن، از منابع طبیعی گرفته تا محیط زیست تا بقیه دستگاه هایی که ارتباطی با این قضایا دارن، اجازه ندن با بهانه های مختلف از شهر بازی درست کردن و جذب نمیدونم عرض کنم که گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مدرسه علمیه، حوزه علمیه. همه اینا بهانه هایی میشه و شده تا کنون که جنگل های ما دست بخورن، به اونها تعرض بشه، به جنگل ها تعدی بشه و تعدی شده تا کنون. یک مسئله پدیده زمین خواری است. خب توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشه. اجازه ندیم کسانی بیان با دستاندازی به زمین‌های گوناگون اطراف شهر و حومه‌های شهر و جاهای مناطق خوب ثروت عمومی رو اینها هم به نوبه خود تبدیل کنند به ثروت شخصی. لکن قاطع باید برخورد کنند. مسئولین باید در مقابل این سوء استفاده کننده قاطعیت به خرج بدن، عرضه باید به خرج بدن. جرم بدانید اینها رو. یکی از کارهای اساسی جرم‌انگاری در قانون، اینا رو باید جرم دانست در